های، امروز اومدیم استور سفورا برای سواچ چند تا آیتم ترند. اولیش بلاش های سری روزی گلو دیور هستش و رنگ اولش رنگ بری. همونطور که میبینید واقعا بچه ها پیگمنت نداره، یعنی من هر چقدر زور میزنم که یه ذره رنگ بده این آیتم پیگمنت نداره. رنگ دوم رنگ پینک هستش، ترند ترین رنگشه. حالا هیچی، واقعا هیچی. همونطور که میبینید به نظر من ارزش خرید نداره، مگر این که با بلاش حالا پیگمنتش فرق کنه که فکر نکنم فرق کنه. رنگ سومش کورال هستش، خیلی رنگشو ولی دوست دارم. البته اینم پیگمنت خاصی نداره و فقط از بیرون خوشگله. من از 0 تا 10 به این آیتم دیور 2 رو میدم، فقط به خاطر اینکه باکسش خوشگله. من از برند دیور ناامید نشدم و اومدم فوراور گلو لومینایزر هاش رو هم امتحان کنم. شاین هستن اینا، رنگ های مختلفی دارن. این رنگ اول کد 01 که یه توناژ گلدن داره، رنگ دوم کد 06 توناژش سرده ولی واقعا خوشگله. شاینش خیلی دوست دارم، اینو عالیه. رنگ سوم کد 03 گلدن روزه، اینم جالبه ولی من دومی رو بیشتر دوست داشتم. و رنگ آخر کد 04 که اینم پیگمنت صورتی داره، یه حالت سایه زرد و صورتی خیلی 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 خوشگله. این آیتم 0 تا 10 من نمره 8 رو بهش میدم چون واقعا عالی بود. اومدیم استند شنل، یه آیتم جدیدی که شنل موجود کرده. این تینت های خوشگل گوگلی مگولیشه که شما وقتی که این رو روی پوست ماساژ میدید رنگ دانه هاش باز میشه و به پوستتون رنگ میده. این رنگش خیلی خیلی تیره بود، فکر نکنم بین ما ایرانیا کسی این رنگ باشه، ولی خب ما میتونیم از این رنگ به عنوان برانزر هم استفاده کنیم. کد 0801 رو میبینید، خیلی رنگش خوبه. به نظر من سازگارترین رنگ با رنگ پوست ایرانیا این بود. البته یه ذره تیره است ولی خب در نظر بگیرید که پوست من خیلی خیلی روشنه، یعنی یک چطوری بگم، یه صفحه تست خیلی روشنه پوست من، بر همین یه ذره خب تیره تر دیده میشن آیتمایی که دارم اینجا ترایشون میکنم. تینت خوبیش اینه که روی پوست خیلی خیلی طبیعیه، اصلا سنگین نیست و شما میتونین در طول روز خیلی راحت استفادهش کنید. من دوباره دارم روی پوستم میزنم که پیگمنتش رو دقیقاً ببینید، چون سری اول یه ذره انگار کم رنگ شده بود. مرتبم میکنم براتون. میبینید یه حالت صورتی طور هم داره. به نظر من خیلی از ایرانی‌ها میتونن از این استفاده کنن، از این کد. ببینیم کدهای بعدی به چه صورته. این کد 9501 تهش مونده، اومدن تسترشو دیگه تمام کردن. من با این روش براتون استخراجش کردم. این خیلی روشن رنگش، مخصوصا اونایی که دوست دارن کرم پودر از رنگ پوستشون روشن تر باشه. رنگ جالبیه، پیگمنتشو من خیلی دوست دارم چون طبیعیه کاملا. رنگ 0601 رو ببینیم، این کاملا پینکه، مخصوصا اونایی که توی پوستشون پیگمنت صورتی رو دارن. ببینید هر چقدر که من روی دستم ماساژش میدم پیگمنتاش باز میشه و رنگش مشخص میشه. اینم رنگش روشنه. اگه رنگ پوستتون روشنه یکی از این دوتا آیتم رو انتخاب کنید. آیتم رنگ قبلی یک مقدار زردی داره، این رنگ هم یک مقدار صورتی طور هستش.
خب کد بعدی اونو انگار تست کردم. 9201 که دستم داره پر میشه. این خیلی تیرسته انگار. ببینیم بعد باز شدن رنگدانه ها چه شکلیه. یه حالت برانز تور داره این رنگ، ولی میگم بازم در نظر بگیرید که رنگ پوست من خیلی خیلی روشنه. من درجه اول کرم پودر رو استفاده میکنم. به این صورت اینم تینت های شنل. شما بگین کدوم رنگش رو بیشتر دوست داشتین. اینها بلاش و برانزرهاش هستن. من این سری رو واقعا دوست دارم. رنگش خیلی نچراله، بافتش عالیه. ببینید چقدر روون و پاستیلی طوره. اصلا خیلی خوب رو پوست باز میشه. این یه حالت برانز تور داره این رنگش. میبینید به عنوان برانزر میتونید استفاده کنید. برانزر کانتور. رنگ بعدیمون 0201. به به عجب رنگی. باز شود دیده شود. اوه چقدر خوشگله این رنگ. خیلی متفاوته. البته اینا خیلی شبیه همن، ولی دومی یک مقدار توناژش تیره تره. اگه ببینید 9601 هستش کد این رنگمون. این کاملا پیگمنت صورتی رو داره. اینو من خیلی دوست دارم. واقعا عالیه. ببینید صورتی نچراله، صورتی خیلی سو و خیلی مشخص و زایه نیست. صورتی خیلی ملو نچرال. این هم که فکر کنم دیگه برونز ترین حالتشه. 0401. چقدر ببینید جالب. رنگدانه ها توی مایعی هستن انگار که بعد با هم دیگه حل میشن و یه رنگ نهایی رو ایجاد میکنن. اینم یه رنگ برونز گرمه، ولی خیلی تیره است دیگه. اگه از این رنگ خرید کنید حتما مقدارش رو با احتیاط استفاده کنید. اینم از این. شما بگید این سری کدوم رنگش رو بیشتر دوست داشتید؟ خب روژ های شنل. یه دونه روژ داشت که فکر کنم فانکشنش به عنوان شاین بودش. میبینید یه شاینی خوشگلی داره. به نظر من از این لحاظ کاربردی که میتونین خیلی راحت روی پوستتون بزنید. رنگ اول میبینید چقدر طبیعیه. اینا یه حالت بالم لب تور داره این سری شنل. خیلی خیلی طبیعی رنگاش، یعنی تو ذوق نمیزنه. توی تصویرم من همه کدا رو نوشتم براتون که خیلی راحت بتونید پیدا کنید و خرید کنید از ترکیه. اینا همشون تو ترکیه موجوده. اگه بخواین توی دیسکریپشن هم من یک پیج رو میذارم که در عرض 10 روز از ترکیه خرید میکنن و براتون در به منزلتون میفرستن. این رنگ یه توناژ قرمز تور داره ولی خیلی مخملیه. میبینید ملو بودنش رو من خیلی دوست دارم، چون الان دیگه کلا ملو موده. این یه صورتی یواشه. بکنم کلا دیده نمیشه روی دست. آره خیلی دیگه یواشه. فقط یه حالت شاینی و لیپ گلاس تور بوده. به به رنگو ببینید. یه صورتی خوشگل خوشگل. من عاشق ملو بودن رنگ این سری هستم. خیلی خوشگله.
به سری قبل از 0 تا 10 من 9 رو میدم. به این سری هم از 0 تا 10 8 رو میدم. شما بگید کدوم رنگش رو بیشتر دوست داشتید؟ و اما رژهای کوکو. کد 466. قرمز آلبالویی. به به، پیگمنت رو فقط ببینید. این سری برای اوناییه که عاشق پیگمنتن، یعنی میخوان رژشون قشنگ مشخص باشه تو میکاپشون. کد 440. اینا همشون تو توناژ قرمز بوده، بیشتر این سری. برای اینکه تفاوت‌هاشون رو ببینید من همش رو گذاشتم، یعنی همشون رو تست کردم. مثلا دومی نسبت به اولی گرم‌تره، یه توناژ قهوه‌ای هم قاطی شده. 416 رو بریم تست کنیم. این باز یه ذره قهوه‌ای نارنجیش بیشتره، میبینید از توناژ قرمز رنگ نارنجی هم بهش قاطی شده. کد 446. رنگو ببینید، یه زرشکی مخصوص پاییز امسال، یعنی به 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 به. واقعا نسبت به قیمت کیفیت فرق میکنه. کد 470. یه قرمز خیلی خوشگل، یعنی بین آلبالویی و زرشکیه دقیقاً. اون ردیف رو بهتون نشون دادم. بریم بعدیارم با هم تست کنیم. 432. کالباسی یواش. خیلی مخصوصه اوناییه که دور لب رو یک مقدار پررنگ‌تر میزنن و اینو بزنن باش فیدش کنن، عالی میشه. 428 رو تست کنیم. این یک مقدار نسبت به قبلی توناژ صورتیش بیشتره. 424. اینم یک مقدار اگه ببینید قرمز هم قاطی شده، صورتیش به سمت قرمزه. 426. این پیگمنتش خیلی خوبه. این رنگو من خیلی دوست دارم. 452. یک مقدار به نظرم این رنگ استایل کردنش سخته، ولی طرفدارای خودشو داره. 412 یه حالت گلبهی طور داره، ببینی؟ به به، اینم خیلی خاصه. خیلی رنگ متفاوتیه، یعنی اگه بخواین متفاوت باشه میکاپتون ازش استفاده کنید. 402 یه توناژ قهوه‌ای داره، برای اونایی که رژ قهوه‌ای دوست دارن. 438 بین قهوه‌ای و بنفشه دقیقاً، میبینین؟ اینم یک توناژ دیگه ای از رنگ کالباسیه. 494 خیلی دیگه این قهوه‌ایه و واقعا خوشگله. برای پاییز جون میده این رنگا. 442 اینو چون آخر سر دیدم آوردم پیش صورتیا خیلی نزدیک همه. خودتون باید نسبت به رنگ پوستتون تصمیم بگیرید. من رنگ پوستم چون سفیده دقیقاً، یعنی رنگ رژها الان کامل روی دستم مشخصه. هدفم از نشون دادن این رژا اینه که از سواچ نشون دادن اینه که ببینید رنگ واقعی رژها رو، چون ما تو ایران متاسفانه دسترسی نداریم به این آیتم ها. من خواستم این کار رو براتون آسون تر کنم. به این سری هم از 0 تا 10 من عدد 8 رو میدم. اگه سوالی داشتید حتما بپرسید و من رو سابسکرایب کنید. بای بای.